خواهشم خودم معرفی بکن. با سلام مهراب پاییزان. سلام خالد گلریزان. سلام رامین برگریزان. آقایان حالتان خوبه؟ بله. میزان. بله عزیزان، سوال اول ایشون پیدان. کشف رازی چه بی بشینن؟ صندل. ورنی. کرمی. یا نکوتین چه بی؟ مرنواتی کوش رازی چه بی؟ کوشکش صندل بی. آقا ورنی بی. نه عزیزم قدیمیه چرم بیه کوشگه. آقایان کفش است. کشف زکریای رازی چه بود؟ تمام یا آقایان اولگه وگر الف و لام شروع بود. الکتریسیته. الکتریسیته بوریده دادی در را فکر و مغزت. این کشف ونا علم پزشکی استفاده ولی کن. بیشنه آمپول. دم خوش. گرد آمپول بیشه. پنبه. نه وگردی چیزی که مد نظری ماست زدوفونی کن. هر او پمیه جنن او چیزی که مد نظری ماست. اولش الف آگر وگرد آگر زدوفونی کن. هر و قدیم و ایجوبیه. الانیش وقتی که او چیزی که مد نظر جنابالی وجود نیری وگرد آگر زدوفونی کن. خب او چیزی که مد نظری ماست چست؟ اگه بزانستیم که خدمتت عرض کردیم. برای عزیزم شرکت کننده عزیز خاطین جایزه بورینو بچینا ردانو دیدگیان. خاص فکر کن خیلی ساده است. الف و لامگه موتم یا دو حرف اواله سومیگه شیشم دی هیچی من نمن. الف لام کاف. الک. چجور؟ الک دی من هر موقع تو هم بچم تزریق بکم الک آگرده خواهم بهم چون راحت آیم خجالتی میشیم میگوی کسی سر نکه الکنم راحت تزریق صورت گیری چون نیا کناس الکه سری تک تزریق انجام بگیری. یعنی و فرمایشی عزیزیلا زکریای رازی کاشف آگر و الک بیاد. الکل. من یه اولی کم با تو ما الکل. سوال بعد پانتومیما. من یه پانتومیم اجرا کنم یویش این چست. جوابش الله بیننده عزیز و خوار نوشه. البته خیلی تابلوشه امیدوارم جوابه. تمام تلاش من کنیم که ایوا بوینها ورشه بود. خود تماشا کنم. دیری شکرک درالی ما بخنیمن سیخ کباب ها دست دیری کباب کشیده دنانه دیری. آقا دری سازدنی کتی. هر چک دم بیشن ها مال خردم برمی ربو دم معلومه و نه عمر باودن هم مسواک و چو نینا مسواک. آقا ارا تو این کی ارا اهانت کی جنابالی خود بلد نیست پانتومین بازی بکی بعد وایمه اوشی جواب بکی نیازانی. اگر راست بشی الان من یه پانتومین بازی کنم بدانم تو جوابی ده یا نه. آقا همان کردی من نه خیر. خب بفرما همه خدمتت. سریال کره دیدی تماشا که سریال چه وز جان که دیدی قرص دارو خود چه وز خاصه بو های دستر شیفت خوات وزیر خود گیر دایده چایش خواهی که خود و نوه. خب بفرما خودم میشین شست تماشا بکن آقا جوابی بوشین. جوابی کاری نری خیلی راحتی. جفتی چو دیری جو پیاله چینی و قصر رو خیلی کرماشان دونی. خاکنا و سر مرا آخرم و دست ایوه دخکم و مرم. سوال بعدی دست همه زنگه بو سوجو آگه دین. شهر و تیم فوتبالی در انگلیس. لیورپول. منچستر یونایتد. چلسی. آرسنال. تاتنهام. لیدز یونایتد. آقایان 500 که تیم فوتبال هنو لیگ جزیره تو هر 500 بیشین خیر. آقا یه راهنمایی کن برامین عزیز میخواد تمرکز برون. اسم ای باشگاه فوتباله خب باشگاه ورزشی فوتباله شبیه یک بیماری که اونا جانوره. باشگاه پی سی. باشگاه گری. باشگاه هاری. سک دوامت که این آقایان اصلا و دور هاری و گلی و گریه نچم تماشا بکن. ای بیماریه که منیشم ها دور پرندگان خانگی ماکیان. باشگاه بالاشوره. باشگاه پوپرشه. باشگاه قرقمامر. اولگه نیو اسمی باری
باشگاه ایدز یا HIV؟ نیوکاس کاست. باشگاه نیوکاست. آقا کاسکتیش دیریم نیو کاسکت. آی نیوکاسل ببننگل در نیوکاسل بگیرین گری بگیرین بالا شورا بورین پوپا رشب بورین قرقه بامل بگیرین چالبان تا سلام سایگه بود نصف نهار مبدع چست ایشینه نصف نهاری که با مبدأ خوردنه. نهاری که با مبدأ نیم باز دو کردنه. سیکا کوتاینی گوری بیننده عزیز مجددا سال نو مبارک ایشالا هر روز جدن وهاری بود برای قیافه من نشان یا فیلم بردار عزیز تهیه کننده زحمت کشه و گلیل قشنگ بگردن نشم سیکا سرقی من مجری با شخصیتی که هم ولی تا یه اندازه من شیطم سر ننت سرم کوتاینی ولی دانکم لوتی و اندر نکردی و هر سگدانا چشتی کنه چرت پرت آمد شرکت کننده عزیز در داننا چم خاص تمرکز بگیرن سوال یه خاص گوش بکنن خیلی راحته معنی نصف النهار مبدا بوچا سردانیزمن در داننا چم رفق حسین یه رستورانی گهانو دبی نصف نهار المبدأ معنیشی بوده ایمن موقع ظهر نهار سرو که من. آقا استوام آدرسگی ها کوره دقیقا؟ بلوار شیخ جاسم بلدی؟ آره. سر خیابان یوسف سنایان خب. سر کوچه زبرماوی طبقه 50 کنار کوچ فروشی اگه آفرین دم خوش بهترین غذا داری نصف النهار المبدأ مورا فرر رد بیم اولی ایجو چشی نیمت طبقه 50 نه تابلو گوره داری نداشت